شعبه وزارت کارهای داخله در نویه حمدونی با عریضه زن 46 ساله ساکن نویه ذکر گردیده مراجعت نموده است که دوم مارس سال 2022 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی و نقره‌گی را دزدیده از جای حادثه غایب شدند. ضرر رسانیده شده 2100 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن ناحیه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. آید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 24 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان غیر قانونی ای کرده بردن واسطه نقلیات دستگیر کرده شد. نامبرده شب 20 به 21 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 0:30 دقیقه با روی پنهانی автомاشین تمغه نکسی که به مرد 46 ساله ساکن پایتخت تعلق دارد غیر قانونی ای کرده به سمت نامعلوم برده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.